می‌خواستیم که فهمیم که همه کانتر مشکلات ما رو آسان کنن که همه کار کنیم کانتر در وطن خودمون از روسیه دیپورت می‌کردن جای کار نیست فقط با همین تاکسی روز ما رفته سای همه می‌خواستیم که کانتر سبوکی کنه وزارت نقلیات پیشنهاد دارم خم سوئد کمی شوخ سوئد خلق به سوئد های کارشون خیلی اینجا چی پیشنهاد کنیم همه در ساعتی برنده است ما خواهم کار کنیم وزیر کار داخلیم وفق خور وزیر مولا ایمون محله یک محله ایمون یکون کمبونیا داریم هم 100% دیگه مثلا اینجا کانتر میتیا برای گشتن مدرسه میدم هر روز میدم این روز رفتم که گفته مدرسه نه دویدگی باید 300 متر هم میگه 300 نمیتیا میره 190 نمیگیریم و 190 مایل 290 مایل 270 متر من میگم چرا 300 میگیره تو من 270 میگیرم گفتم نمیدونم میگه دکترو ما اکجا دونم که این خیلی پس مایی رفته و کلاب میگم اکنون میگم بعد سنتیابر میگیره تو میگوی بسیاری از توریست ها از هموطنان ما علاقمند هستند بیان با کشور تاجیکستان آشنا بشن یکی از مهمترین مشکلات مسئله صدور ویزا بود که جناب امام علی رحمان رئیس جمهور محترم این رو برداشتن علیه حل کردن برای شهروندان ایران در حاشیه اون مسئله تیکت راهکرای بلیط هست که با وجودی که ما 1.5 تا 2 ساعت راه داریم با سملات کمتر قیمت ها بلند هست من احساس میکنم اگر در این مسئله مسئولین وزارتخانه ها و مسئولین مملکتی در جمهوری تاجیکستان به ایران موافقه بیان این مسئله خراجات و هزینه‌های تیکت رو برای میهمان ها کمتر پایان بیارن بهتر. مسئله بعدی شناساندن تاجیکستانه. تاجیکستان باید در ایران معرفی بشه، در کشورهای دیگه معرفی بشه، در اونجا بیلبوردهای شهری، رکلام‌های شهری باید بره علیه خب خیلی از دستاندرکارا هستن برای این کار تخصص دارن میتونن خدمت کنن. ما هم علاقمند هستیم با کمیته سیاحی و گردشگری فعالیت همکاری داریم با پلات سودا و اینها همکاری داریم با کمیته سرمایه‌گذاری وزارت رشد با امیدواریم که همچون من خدمتگزاران زیادی هستن که علاقمند هستن به کشور تاجیکستان خدمت کنن امیدوارم که این شرایط بهتر پیش بیاد. من تبابتی میروید بسیار همون بسیار پیرانسوران باشد یا اینکه بسیار که گودک داره و هم باشد بسیار همون وجود هر خیل چیزایی هست که همون بسیار که همون پولی میگرفتگیشون یا که همون گوییم که مبلغ میگرفتگیشون نوانیخ است. من همین سوال میدارم که مثال که وزیر هم که چی با که چون همینجا همون چیزاش نمیمونه مثال که همون نقصنامه هایی که همون درباره مثال که انالیز ها یا که با چیزهایی که همون میسپرن هم خردها میروند زن های مثال که حاملناک میروند من خیلی در همین شهر کرمان شدم بعضی بسیار جا میروم میشینم میخیزم میبینم که بسیار نادرست هم وجود داره. با کی مراجعت کنیم همه با کدام سبب ما را دیپورت کردن انا ایجاد اومدیم همه ایرپورت خود مونده انا ما در ورق دادن که یعنی همچه چی بود دلمون چی بود استاتیامون چی بود کارو جو استاتیایی که ما در زدگیان ما با وای روزی هم نیستیم یعنی درک هم نداریم چی تهدید ما مثال با وای کرده با همون دولت کردگیم درست همون خیلی ما را زدگیانده است.